بعضی بنده‌های خدا هستن گردآلودن، از درها راندن، اما همین اگر بر خدا قسمی بخوره الله قسم او رو برآورده میکنه. گوهر ولایت و دوستی خدا تو سینه و تو وجود هر انسانی مخفیه. یه توبه میخواد، یه لحظه میخواد که اون گوهره رونما بشه و اون بشه دوست الله. لذا این احتمال رو به همه بدیم که ممکنه دوست الله باشه و من او رو نشناسم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یه زمانی مسجد تشریف آوردن، یه پیرزنی کهنسال کمر خمیده اما خدمت مسجد رو میکرد، مسجد رو جارو میکرد. ما کسی که خادم مسجد باشه مسجد رو جارو بزنه ما او رو اصلا به حساب نمیاریم و اصلا هر که هر جا اعصابش خورده با خانمش دعوا کرده میاد تو مسجد، سر کی در میاره؟ این خوبه، این خادم مسجده، نمیتونه حرف بزنه، سر این در میاره. ما فکر میکنیم اینا دیگه اصلا لیاقت دیدن ندارن، لیاقت توجه ندارن، میره پیرزنی مسجد جارو میکنه. رسول الله علیه السلام آمدن گفتن که این پیرزن کجاست؟ این نشان از اینه که رسول پاک تفقد میکرد. رسول الله علیه السلام میدید حتی پیرزنی که هیچ کی او رو نمیدید، قدردانی میکرد از یک زحمت و از یک توفیق. والله اگر بتونی کوچکترین قدمی در راه الله برداری، کوچکترین خدمتی با خانه خدا کنی، برای قرآن خدا کنی، این نشانه اینه که الله تو رو پذیرفته. حکیم علامه طحنوی میگه دلم میخواد کسی که خدمت قرآن میکنه خاک پای او رو سرمه چشم بکنه. این اگر پیش الله محبوب نمیبود الله تعالی از او خدمت قرآن نمیگرفت. این اگر محبوب الله نمیبود الله خدمت بیت و خانه خودش رو از او نمیگرفت. این اگر محبوب الله نمیبود الله تعالی به این توفیق دعا و ذکر و یاد نمیداد. این محبوب الله. رسول الله علیه السلام فرمودن پیرزن کجاست؟ گفتن یا رسول الله دیشب فوت کرد. چرا به من نگفتی؟ صحابه یک سکوت معنادار کردن. معنای این سکوت چی؟ از روی ادب گویا با زبان حال گفتن، گویا گفتن یا رسول الله ما خواب شما رو، عبادت نیمه شب یک نبی رو خراب کنیم برای که یک پیرزنی کنج مسجد فوت کرده؟ این مفهوم اون سکوت بود. شرای حدیث می نیست. اما رسول پاک فرمود قبرش کجاست؟ رسول الله به نفس نفیس سر قبر اون پیرزن رفتن و بر اون نماز جنازه خواندن. یا الله. رسول اللهی که وقتی میخواست نماز جنازه بر اغنیا و ثروتمندان بخوانه اول سوال میکرد مقروض هست یا نیست؟ دینی از مردم به گردنش هست یا نیست؟ میگفتن بله. اگه میگفتن بله میگفت شما بر اون نماز جنازه بخوانید، من نمیخوانم. رسول اللهی که بر ثروتمند مقروض نماز نمیخواند، بر ثروتمند مدیون نماز نمیخواند، برای این پیرزن نماز میخواند تا به ما نشون بده یه فردی که از نگاه من و تو فقیره، ضعیفه، دیده نمیشه، او شاید از نگاه الله دیده بشه. الله بنده های خودش رو دوست داره. هیچ کس رو به چشم حقارت نگاه نکنیم، حتی گناه رو بد بدونیم، گناهکار رو بد ندونیم.